چطور به یک شخص یا یک شرکت اعتماد کنیم که پروژه سامون رو بهش بسپاریم؟ اولین قدم اینه که برید نمونه کارهاشو ببینید در حوزه‌های شما آیا کار کرده یا نه، چه نمونه کارهایی داره، چه کلماتی رو تونسته تو نتایج گوگل بالا بیاره. با شرکت‌ها و یا افراد مذاکره کنید. تو دل مذاکره خیلی اطلاعات زیادی رو میتونید به دست بیارید که آیا این شخص یا این شرکت به بیزینس من و کسب و کار من چقدر اهمیت میده، چقدر شناخت داره، درباره کسب و کار شما از شما سوال میپرسه، آیا میخواد بدونه که مخاطب و پرسونای شما کیه، آیا برندینگ شما براش اهمیتی داره یا نه فقط میگه لیست کلمات رو بهم بده من اینها رو برات میارم بالا و تمام. یه راه تشخیص خیلی خوب دیگه‌اش اینه که پروپوزال ازشون بخواید. توی پروپوزال استراتژی ها رو میان درج میکنن و میگن که طی چه زمانی با چه بودجه‌ای و صرف انجام چه کارهایی قرار سایت شما رو به نتایج اول گوگل بیارن. باید دقیقاً بهتون یک برنامه بده و بگه با چه طرح و پلنی قرار ترافیک سایت شما رو افزایش بده. در مورد هزینه ها هم باید توضیح بده که ریز این هزینه ها بابت چه چیزهایی و قرار چجوری خرج بشه، چقدرش تبلیغاته، چه بخشش محتواست و در نهایت قرارداد کاملا شفافی که دو طرف وظایفشون رو نسبت به همدیگه بدونن و تعهداتشون کاملا شفاف و دقیق مشخص باشه.